گل گندمی گیاهی زینتی و با رشد سریع که بهش عنکبوتی یا سجافی هم میگن. گندمی به خاطر سازگاری بالا با شرایط محیط، نگهداری و تکثیر ساده‌اش و از همه مهمتر قدرت تصفیه کنندگی هوا طرفداران زیادی داره. در این ویدیو به طور عملی تعویض گلدون و خاک این گیاه زیبا رو بهتون آموزش خواهم داد. لطفاً با من همراه باشید. در پایان ویدیو روش تکثیر ساده و تضمینی این گیاه جذاب رو خواهم گفت. لطفاً تا پایان ویدیو رو تماشا کنید. و اما چه زمانی بهتره که گلدون و خاک گیاه گندمی رو تعویض کنید؟ معمولا هر 2 سال یک بار این کار انجام بشه برای رشد بهتر گیاه مناسب. ولی اگه دیدیم قبل از 2 سال گیاهمون نسبت به گلدونش بزرگتر شده یا از انتهای گلدون و محل زهکشی گلدون ریشه های گیاه بیرون اومده، بهتره که این کار رو براش انجام بدیم. از اونجایی که ریشه های گل گندمی ریشه های گوشتی هستن، بهتره که گلدونی که براش انتخاب میکنیم دارای زهکشی مناسبی باشه تا آب اضافه از اون خارج بشه و ریشه گیاه دچار پوسیدگی نشه. اندازه گلدون باید متناسب با اندازه گیاهمون باشه و نهایتا 1 سایز بزرگتر. گیاه گندمی به خاطر داشتن ریشه های گوشتی بهتره که خاک نیمه سنگین داشته باشه. یعنی ترکیبی از ماسه، خاک باغچه، ورمی کمپوست و پیت ماس. قبل از اینکه بخوایم گلدون گیاه رو عوض کنیم، بهتره نیم ساعت قبلش گیاه رو آبیاری کنیم که راحت تر از گلدون خارج بشه. که این کار رو من انجام دادم. گلدون رو به آرومی خم میکنیم به طوری که برگ‌های اون آسیب نبینه. البته این گلدون گندمی ما به خاطر اینکه اندازه گلهاش نسبت به گلدونش بزرگتره یک حالت افتاده پیدا کرده، ولی این یکی بسیار شاداب و سرحال. با زدن ضربه‌هایی به آرومی در اطراف گلدون و کف گلدون کمک میکنیم که راحت‌تر از گلدون خارج بشه. خاکی که به اطراف گلدون چسبیده به کمک بیلچه به آرومی جدا میکنیم که در خارج شدن گیاه از گلدون با کمترین آسیب به ما کمک کنه. همیشه سعی کنید در موقع تعویض گلدون و خارج کردن گل از گلدون رو از گیاه جدا کنید و بکشید، گیاه رو نکشید. زهکشی این گلدون زیاد مناسب نیست و یک سوراخ کوچیک داره. من در اینجا ترجیح دادم که گلدون گیاه رو عوض کنم و گلدونی انتخاب کنم که دارای زهکشی بیشتری باشه و 4 تا سوراخ در انتهای اون قرار داره. انتهای گلدون رو با لیکاپون پر میکنیم که زهکشی راحت‌تر و بهتر براش انجام بشه. علاوه بر اون گلدون سبک‌تر بشه. در اینجا چون سایز گلدون نسبت به گلمون مقداری بزرگتر از اندازه نرمالش بود، انتهای اون رو مقداری بیشتری لیکاپون ریختیم. مخلوطی از ورمی کمپوست، پرلیت، پیت ماس و خاک باغچه و ماسه رو با هم آماده کردیم که روی لیکاپون ها می‌ریزیم. یکی از راه‌های تکثیر گل گندمی تقسیم بوته است. خاک رو به آرومی و با تکون دادن از اطراف ریشه جدا می‌کنیم. به این صورت میتونید ریشه های گوشتی گیاه رو ببینید. کاملا مشخصه. به وسیله چاقوی تیزی که ضد عفونی کرده بودم این بوته رو با ریشه از پایه مادریش جدا میکنم. خیلی هم راحت جدا شد. این بوته‌ای که جدا کردیم دارای ساقه های گل دهنده و گیاه جذب. یکی از روش‌های دیگه برای تکثیر گیاه گندمی علاوه بر تقسیم بوته کاشتن این گیاهجاست که خیلی راحت جدا میشه و به خاطر دارا بودن ریشه های هوایی خیلی راحت میتونیم اون رو در بستر کشت مناسب یا در داخل آب ریشه دار کنیم که قبلا من این کار رو انجام دادم که بهتون نشون میدم.
کافیه 1 هفته این گیاهچه‌ها رو داخل آب قرار بدید که ریشه های هوایی که روش قرار داره رشد کنه و بزرگ بشه. و همین قشنگی. حالا این گیاهچه‌هامون تقریبا همشون ریشه دادن. این گیاهچه‌هامون رو میتونیم به خاک مناسب منتقل کنیم. و خیلی راحت چند تا گلدون از گیاه گندمی داشته باشیم که در کنج خونمون قرار بدیم برای تصفیه هوا و یا اینکه به عزیزانمون تقدیم کنیم. این گیاهچه هم که الان جدا کردیم من داخل آب قرار میدم. بعد از ریشه دار شدن به خاک مناسب منتقل میکنم. این بوته‌ای که جدا کردیم نیاز به هرس داره. ساقه‌های گل دهندش رو جدا میکنیم. یک سری از برگ‌هاشم خشک شده و آسیب دیدن. اونو هم جدا میکنیم. حالا آماده است که منتقلش کنیم به یک گلدون با بستر مناسب. بعد از هرس برگ‌های شکسته و خشک شدهش به گلدون جدید منتقل میکنیم. اینم از گیاه گندمیمون با خونه جدیدش. به آرومی خاک اطراف گیاه رو محکم میکنیم. اولین آبیاری گیاهمون رو با قارچ‌کش انجام میدیم. تا شما منو به یه لایک مهمون کنیم و به هم انرژی بدیم، منم اینجا رو جمع کنم تا یکی از گیاهچه‌هایی که داره ریشه شده به خاک منتقل کنیم. همونجور که ملاحظه می‌کنید گیاهچه ما در آب داره ریشه شده و الان به بستر مناسب، یعنی یک گلدون با زهکشی متناسب با سایز گل که کفشو لیکاپون ریختیم. سعی کنید زمانی که گیاه رو در داخل خاک قرار میدید فقط تا جایی که توقع گیاه هست، یعنی محل اتصال برگ ها زیر خاک بره و بیشتر از اون روش خاک نریزید که باعث خراب شدن گیاهتون میشه. برای اینکه این اتفاق نیفته و خاک لای برگ های گیاه نریزه و به گیاه آسیب نزنه، بهتر که اول گلدون رو از خاک پر کنیم، بعد گودالی درش ایجاد کنیم به اندازه ریشه گیاهمون و اونو درش قرار بدیم. برای اینکه گلدونمون پرتر دیده بشه میتونیم از 2 تا قلمه در کنار هم داخل یک گلدون استفاده کنیم. اینم از گلدون گیاهچه‌های گل زیبای گندم. و نوبت رسید به کاشت این بوته گندمی که از پایه مادریش جدا کردیم. گلدون انتخاب میکنیم که انتهاش سوراخ داشته باشه، داره زهکشی بالا باشه. انتهاش رو لیکاپون میریزیم. مقداری هم خاک مناسب میریزیم که ترکیبش رو بهتون گفتم. بهتره قبل از کاشتن ریشه ها رو هم چک کنیم که ریشه هایی که دچار پوسیدگی و پژمردگی هستن رو جدا کنیم. چون این بوتمون دارای ریشه هست دیگه لازم نیست گلدون رو پر از خاک کنیم بعد قرار بدیم. و بعد به آرومی روشو با خاک پر کنیم. این گلدون خیلی سریع پر از پاجوش‌های جدید میشه و پر میشه. و اینم از یک گلدون دیگه. بهتر که اولین آبیاریشون رو با قارچ‌کش انجام بدیم. نظرات، پیشنهادات و تجارب خودتون رو در مورد گل و گیاهانتون با ما به اشتراک بذارید تا در ساخت ویدیوهای بهتر ما رو یاری کنید.